بعد از اینکه درزها رو دوختیم اتو میزنیم، اتوی گرم و اتوی سرد، همون 2 سانتیمتر جای دوختی که گذاشته بودیم. یکی از درزها رو، فقط یه دونه از درزها رو اضافاتش رو میچینیم که اضافات دوختمون نیم سانتی بشه. بعد اون درزی که مونده رو ببینید، این درزه رو نیم سانت میدیم داخل و بعد یه دوخت میزنیم اینجا رو لب به لبش. اسم این دوخت درز میشه درز دوبله که برای پارچه‌های ضخیم و جیندوزی استفاده میشه و با این کار هم پشت کار ما جای دوخت نداریم، هم این طرف کلا جای دوختمون محو میشه. چون پارچمون 2 رو هست میخوام جای دوختمون نه با سردوز پاکتوزی بشه نه با چیز دیگه ای، واسه همین از درز دوبل استفاده کردم، درز دوبله که قبلا آموزشش رو توی همین پیج ابتدای آموزش ها گذاشتم. بعد از اینکه دوخت زدین درز سرشانه ها و پهلوها رو با همون چیزی که گفتم باید آستین رو بست کنید. قبل از که آستین رو بست کنید الان من سرشانه رو بهتون نشون میدم. ببینید تمام جاها، ببینید درزش این شکلی میشه، ببینید به این شکل، این طرف و این طرف هیچ کدوم درز مشخص نیست. میایم تاج آستین رو وصل میکنیم به سرشانه و از این طرف درز آستین رو 1.5 الی 2 سانتیمتر میایم به طرف جلوی لباس، یعنی این درز لباس هست 1.5 الی 2 سانتیمتر به طرف جلوی لباس علامتش میزنیم و با سوزن فیکس میکنیم. دور تا دورش رو همینطوری که گفتم با سوزن فیکس میکنید. سرشونه هم به تاج آستین و دور تا دور آستین رو میدوزین. ببینید آستینتون بیشتر از 2 سانتیمتر، بیشتر از دور حلقه آستین بیشتر از 2 سانتیمتر از دور حلقه بالاتنه بیشتر نباشه، یعنی نهایتش 2 سانتیمتر، نباید زیاد خورد بخوره. و بعد دور تا دور آستین رو توی هر دو طرف دوخت میکنیم. پس درزهای سرشانه و پهلوها درز دوبله بود. آستین درزش معمولی هستش، به یک طرف دوخت میکنیم و بعدا نواردوزیش میکنیم که این نواردوزی دیگه تزیین کار به حساب میاد. شما میتونید از رنگ گلهای پارچتون یا از رنگ زمینه استفاده کنید. اگه گلهای پارچه باشه کارتون بیشتر به چشم میخوره نواردوزیش. بعد باید یقه رو بست کنید. میاییم وسط یقه رو پیدا میکنین، خب میشه اینجا. خط وسط پشت رو هم پیدا میکنید. این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنید. خب خط وسط پشت. بعد این رو میارید و سوزن میزنید تا بیاد به جلو برسه. اگه کم و زیاد بود بدونید که توی الگو و برش یه اشتباهی کردیم. البته که قبلش باید یقه رو نواردوزی کنین و بعداً به بالاتنه وصل کنین که حالا من بهتون آموزش دادم به چه شکل باید وصلش کنیم به بالاتنه و بعد میریم نواردوزیش میکنیم. ببینید دقیقاً باید تا اونجایی که توی الگو بود علامت بزنید، دقیقاً جایی که قراره بعدش هلال میشه کارمون، تا همون نقطه شکست دوخت میزنیم. خب قبلش گفتم که باید حتما با نوار اوریب دور تا دور یقه رو قسمتی بود که بهتون گفته بودم که جای دوخت نمیخواد براش بذارید، همون قسمت رو باید نواردوزی کنید. بهتری که برای دوخت این هلال ها درجه دوختتون ریز باشه و خیلی درشت نباشه که شکستگی ایجاد نکنه، که این هلال ها رو بهتر به شما نشون بده و با دقت این قسمت های هلال رو بدوزین که هر دو طرف اندازه هم بشه. بعد از اینکه به اتمام رسید اضافات نوار اوریب رو قیچی بزنین و بریم برای وارونه کردنش و دوختش به اون سمت.
این پارچه به خاطر اینکه پنبه بینش دوخته شده خیلی آهار داره و انگاری که شما یه لایه کاغذی بینش هست و چند نوع پارچه رو روی همدیگه قرار دادین و این یقه برای همین نه سجاف میخواد نه لایی میخواد و خیلی راحته و ایستایی خیلی خوبی هم داره. وقتی که نوار اوریب رو برمیگردونید و میخواین دوخت کنین حتما حواستون باشه که روی دوخت قبلی رو بپوشونه. اینجوری اگه روی دوخت قبلیتون رو نپوشونه یه جلوه خیلی بدی داره، چون نخ زیرش صورتی هستش برای من و با پارچم فرق میکنه. و یک پایه چرخ رو بندازین بیرون از نوار اوریب، یه پایه روی نوار اوریب باشه تا دوختاتون دقیقاً روی لبه کارتون باشه و جلوه قشنگتری داشته باشه. ببینید من با دست هدایتش میکنم که دقیقاً این روی دوخت قبلیم رو بپوشونه و دوخت بزنه. برای اینکه وقتتون گرفته نشه فیلم رو دور تندتر گذاشتم که وقتتون الکی گرفته نشه و بتونید تا کامل ببینیدش. بعد از اینکه تموم شد حالا میام همون جوری که بهتون توی قبلا گفتم به این شکل میام وصلش میکنم به بالا تنه، یعنی یقه رو به بالا تنه وصل میکنم تا انتها. حالا با چی کاور میشه؟ با نوار اوریب. ما نوار اوریب میذاریم روی کارمون. ببینید من الان دارم میرسم، این الان لبه کتم بود، الان رسیدم به هلال جلوی کارم. ببینید اینجا هم الان این هلاله تموم شد، به اینجا که میرسه تموم میشه. خب اینم یقه هستش که زیر قرار داره. به اینجا که رسید بیاین تا اینجا قرار بدینش و بعد سوزنتون بمونه توی پارچه، پایه رو بلند کنید یه کوچولو و بیاین این شکستگیه رو ایجاد کنید. حتی میتونید که اینجا رو یه چرت هم بزنید که من توصیه نمی کنم که بعدا ایستایی خوب تری داشته باشه، اگه چرت نزنین بهتره. پس کلا ما کارمون با نوار اوریب هستش، به جای سجاف از نوار اوریب استفاده میکنیم. ببینید الان من دارم دقیقاً یقه جلو رو میدوزم، اینجا سرشانه هستش و اینجا یقه پشت که یقه پشت من الان به این پشتش وصل شده، اما اول بهتون نشون دادم. پس من از لبه کت شروع کردم، اومدم قسمت هلال، خط وسط جلو، یقه پشت، اینم سرشونه جلو هستش، سرشونه، اینم یقه جلو به این شکل. ببینید تا اینجا که اومدم سوزن رو یه کوچولو میذارم توی پارچه بمونه، یه کوچولو پایه رو تکون میدم و یه قسمت های هلال رو دوباره دوخت میزنم. بازم برای اینکه وقتتون گرفته نشه خیلی از چیز نمیذارم. ببین الان اینجا خط وسط جلوه که دیگه کاری نداره، میرین تا آخر میدوزینش. تا آخر که دوختین انتهاش رو به هم دیگه دوخت میزنین. خب انتهای نوار اوریب رو و بعد برش میگردونین به این شکل. یعنی الان لبه کت هستش خب که گفتم جای دوخت نمیخواد. بعد قسمت یقه هم به این شکله. ببینید قسمت یقه هم این که برمیگرده میاد روی کارتون، روی یقتون قرار میگیره، به این شکل روش قرار میگیره. دوباره یه پایه بیرون از نوار اوریب، یه پایه توی نوار اوریب قرار میگیره و دوخت میزنین تا انتها. ببینید الان قسمت هلالی هستش خب که چون مشکل تر بود اینجا رو دارم بهتون نشون میدم. میایین تا قسمت یقه، ببینید دقیقاً روی یقه رو میپوشونه. به این شکل. پس ما به جای سجاف از نوار اوریب استفاده کردیم.
همطور که میبینید دور تا دور یقه رو به این شکل میبینید داریم میدوزیم. برای آستین میایم اندازه نوار اریبی که در نظر میگیرین 3-4 سانتی متر از عرض آستین کوچیک‌تر هستش از دلای آستینا، نه کل آستین. این کوچیک‌تره. میایم درز آستین رو به درز همون نوار اریب وصل میکنیم، وسطش رو پیدا میکنیم، میخوایم آستین رو خورد بدیم یه کوچولو. خب وسط نوار اریب هم پیدا میکنیم، یعنی از درز تا این وسط کلا دو طرف نوار اریب و دو طرف آستین رو پیدا میکنیم و به هم سوزن میزنیم و بعد بقیهش رو هر چقدر که میمونه رو خورد میدیم. شما با دست شما میتونید یه کاری هم که انجام بدین، میتونید چینش بدین، ولی من چون پارچه ضخیم بود و اینا نیازی ندیدم، احساس کردم خیلی راحت میتونم خودم خوردش بدم. ببینید نوار اریب رو هستش و من از یه پنس استفاده میکنم برای اینکه بتونم زیرش رو ببینید خورد بدم. پنس ها رو یه کوچولو جمع میکنم پارچه رو با پنس و خوردش میدم. شما میتونید چین بدین، یه دوخت درشت برین و این نوار اریب پس یه جوری وصل میشه به کارتون که ببین نوار اریب کوچیک‌تر از قد آستینتون هست. میخوایم یه کوچولو حالت پف کردگی ایجاد کنه و دور تا دورش رو به همین شکل که میبینید. ببینید من نوار اریب رو میگیرم و همینجور که دارم دوخت میزنم با پنس یه چین هایی رو ایجاد میکنم. تا انتها همین کار میکنیم. وقتی که شما دو طرفش رو مشخص کرده باشین، هم درز هم وسط آستین، دیگه متوجه میشین چقدر باید خورد بخوره اون زیر. اما میگم راه آسون ترش هم این هستش که شما یه دوخت درشت برین و اگه دوخت درشت برین دیگه راحت تر چین میخوره. بعد از اینکه دور تا دورش رو دوختین، میاییم برمیگردونین کارو نوار اریب رو و برمیگردونین روی دوخت قبلی و دوباره دوخت میزنین. اینجوری شما یه آستین خیلی خوشگل دارین. میتونین این کارم نکنید، میتونید آستینتون رو 5 الی 6 سانت آزاد 5 الی 6 سانت بلندتر بگیرین و نوار اریب رو خیلی عادی به دور تا دورش دوخت بزنید و بزنید بالا. اینجوری دیگه از دوروی پارچه‌تون هم میتونید استفاده کنید. اینم یه کار هست، اما چون من این مدل رو بیشتر دوست داشتم این کار رو انجام دادم، چون میخواستم مثلا کل پارچه‌م عریض طرح باشه، یعنی کسی از دور که میبینه انگاری که پارچه من یک رو داره اما پارچه من دو رو باشه. واسه همین من این کار رو انجام ندادم. ولی شما میتونید نوار اریب رو با چین ندوزین که بتونید راحت برگردونینش و از دوروی پارچه توی نمای کارتون استفاده کنید. پس دور تا دورش رو به همین شکل میبینین من دوخت میزنم و اتمام کار. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. همه این کار با نوار دوزی هستش و شما مهم اینه که یکم دقت داشته باشین، همین، وگرنه کاری نداره این دوخته این کت.